ماه مهمانی است مهمان خدا، شده ای دعوت به مهمانی بیا، بنشین بر سفره خانه خدا. عایشه سروری هستم، یک تن از فراغان قرآن کریم هستم. بسیار زیاد خوش هستم از اینکه از تجوید فارغ شدیم و بسیار زیاد تشکر میکنم از استاد هدیه جان شیرزایی که تا این دم ما را همراهی کردن. ماه تسکین دل است ماه سیام، گرز دل باشد تراویح و قیام، روزداری حکم شر و سنت است، جزو رکن دین برای امت است، 11 ماه نویده محمدی هستم. بسیار خوش هستم که علم قرآن کریم یاد گرفتیم به شیوه درستش تجویدی و از استاد محترم و از مدیره صاحب ما مولوی صاحب ما از مدرسه محترم ما زیاد تشکر میکنیم. بسم الله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. سلام عليك صلوات عليك، صلي على النبي والتبسم. خواهان از این هستیم که یک نصاب مفیده که هم عقیده یک انسان را، یک مسلمان را خوب بسازه و هم تعلیم و تحصیلش بهتر بسازه، کار بکنن تا جامعه ما دیگر ضربه جهل و نادانی را نخوره. علم په هر موقع کې په هر وخت کې دا ښځو دپاره دا مهم دی، دا ضروري ده. نو زه د محترمو خویندو نه دا تقاضا کوم چې دا علم ښځو ته ورسوئ، دا علم خور کوي، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه چا چې علم هغه خوروي او حفظ د قرآن علم او درس خلکو ته ښیي، د ځمکې په سر بهترین انسان، الله ته خوښ انسان، الله ته محبوب انسان، الله ته په ښځو کې خوښه ښه ده هغه ده چې هغه علم قرآن او حدیث نورو ته ورسوي. که برگردی به راه باز نور حکم شرع و سنت است، جزو رکن دین
ما غرق بودی در گناه، فرصت است یک بار که برگردی به راه. با طلوع عطر ماه رمضان شکر کن شکر خدای مهربان. ماه تسکین دل است ماه صیام، گر ز دل باشد تراویح و قیام. بله، فراغت امروز ما بیشتر 200 شاگرد بود در بخش‌های مختلف، در علوم دینی و علوم ساینسی، در بخش قاعده، نظرت، تجوید، حفظ قرآن کریم و در بخش انگلیسی و بخش مکتب شد. این برنامه دوره داره، مثلا برنامه تجویدشان یک پیریود داره است که چقدر مدت درس میخوانه و برنامه قاعدهشان یک پیریود خاص دیگه داره که به چه مدت درس میخوانه. چون یک استاد داریم و 2000 شاگرد داشتیم که متاسفانه وقت بعض مشکلات کمبود جای و کمبود موتر نتونستن اونا بیاین در مقر اشتراک کنن. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.